اینترنت ویدیوی بازداشت یک گروه زنان از تاجیکستان از جانب به نام دروژین خلقی در حدود ناحیه لیلک ولایت بادکند قرقیزستان نشر شد. در ویدیو دیده می شود که حدود 10 زن در باردون یک ماشین بارکش در روی فرش نشستند و مؤلف ویدیو می گوید که آنها همه تاجیک بوده مرز قرقیزستان را غیر قانونی گذاشتند. نمایندگان به نام دروژین خلقی گفتند که این زنها را برای کار در زمین‌های کشاورزی جماعت قلونده آورده بودند. ما آنها را در دهه اوق عریق دستگیر کردیم. آنها را یک شهروند قرقیزستان با ماشین پورتر آورده بود. زنهای تاجیک هر سال در میدان‌های کشاورزی در دهه‌های قرقیزنشین مردکاری میکنند، ولی امسال بعد مناقشه بهاری سرحد قرقیزستان با تاجیکستان پرره بسته شده است. تاجیکستان همه آن ساکنان قرقیزستان را که از مرز میگذرند، حتی اگر در یگان منطقه علامت گذار نشده تصادفاً گذرند دستگیر میکند، ولی میلیسیای ما چشم میپوشد. گفتند نمایندگان دروژین خلقی. در ریاست کارهای داخلی ولایت بادکند گفتند که این معلومات را میآموزند. معلوم نیست که آیا به نام دروژین خلقی حق بازداشت شهروندان را دارد یا نه. قرقیزستان مرزش را با تاجیکستان از 24 می پوره بست. بین دو کشور پرواز هواپیماها نیز قطع شده است. جماعت قلونده با جماعت خستیورز ناحیه باباجان غفورov تاجیکستان هم مرز است. مسئولان جماعت خستیورز ناحیه باباجان غفورov گفتند که در پی معلوم کردن جزئیات حادثه بازداشت زنان تاجیک در ناحیه لیلک قرقیزستان هستند. مطلوبه جورابایو یک مسئول جماعت خستیورز به رادیو آزادی گفت از بازداشت شدن زنان ساکنان این جماعت خبر دارند، ولی حالا باید معلوم شود که آنها از سرحد چگونه عبور کردند، چون که بعد مناقشه مسلحانه 28 و 29 اپریل عبور شهروندان به خصوص زنان را به طرف زمین‌های همسایه منع کرده بودند. گفت او. جورابایو تصدیق کرده است که در حقیقت زنهای زیادی از خستیورز برای تأمین زندگی زنان هر سال در زمین‌های کشت ناحیه لیلک کار می‌کنند.